سلام اشقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستان بالاخره سیستم گیمینگ خریدم، بریم که با هم دیگه آنباکسش کنیم. اولین چیزی که میاریم اینه محافظ فرهان الکتریک. بریم که بازش کنیم. کدوم سر؟ خب به این شکل هستش. اینو میذاریم کنار. خب بریم سراغ وسیله بعدی که این مثبت هستش یا همون پدموس. اینکه بازش کنیم. RGB دارم هست. انزل کنیم. به این شکل داخل تصویر مشخص شه. از اینجا هم میتونیم دکمه‌اش رو عوض کنیم، RGBش عوض شه. تمام مشخصات این هم داخل کپشن یا همون توضیحات واسهتون میذارم که ببینید. این هم آخر ویدیو یه دونه ویدیو کوچیک هم براتون میذارم که از همه اینا بهتر ببینید. اینم که کابلشه USB. این شکل نکابل. خب بریم سراغ وسیله بعدی. موس RGB دار. بریم که بازش کنیم. به این شکل داخل جعبه. این هم که اسمش. خب میذاریمش کنار اینا رو و بریم سراغ وسیله بعدی. خب اینم کیبورد. تمام مدل ها و مشخصاتشون که گفتم که زیر ویدیو تو همون توضیحات و کپشن میذارم براتون. خب بریم که بازش کنیم. این هم از کیبورد. این شکل همه فرمتش بریم. این لازمشون دارم و به این شکل. این هم سیمش. خب این هم بزنیم کنار. خب بریم سراغ وسیله بعدی که مانیتور و خود کیس. خب بریم که مانیتور رو بازش کنیم. بذارید من بازش کنم. خب یه دونه دفترچه راهنما داره که اینجا، بعد یه دونه کابل نمیدونم چیه ولی خب میذاریمش این گوشه و یه سیم که نه بازم همون کابل. خب میذاریمش این
و بریم خود مانیتور رو پایش رو وصل کنیم بهش و بیاریم بهتونش رو بدم. یه لحظه وایسید. خب اینم از مانیتور. تو تصویر مشخصه. بریم عقب‌تر. بعد چپ و راست میره، بالا پایین هم که میشه. مدلش رو بذارید بازش کنم. اینو میندازمش کنار، به درد نمیخوره. خب مدل دل گفتم تمام مشخصاتش رو براتون میذارم. خب اینو میذاریم کنار. خب بریم سراغ کیس که اصل داستان کار. خب این ببینید چون که بزرگه، هم بزرگه هم که اینجا جا کمه. خب همینجا باز میکنم. خب اینم میتونم بیارمش. نه نمیشه. صرف کنید. یه دست بریم که درش بریم من نشون بدم. ما درش بیاریم فیکس جوست. میبینید کیس خب خب بریم دوستان عزیز، بریم که تمام اینایی که گرفتیم رو روی میز بچینیم و بعد برای شما یه فیلم کوتاهی میگیرم که ببینید چه شکلی شده. ممنون که حمایت میکنید. بریم ببینیم. فعلا